کویت کشوری که فقط 5 میلیون جمعیت داره و یکی از کوچکترین کشورهای خاورمیانه هم هستش. این کشور اونقدر کوچیکه که اگه بخوای کلش رو بگردی 4 ساعت بیشتر طول نمیکشه. کشوری که فقط 1.5 میلیون نفر جمعیتش بومی و مابقی مهاجرن. کویت با ارزش‌ترین پول دنیا رو داره، یعنی یه خدمتکار ساده توی این کشور روزی 5 میلیون تومان حقوق میگیره. یکی از بزرگترین صادرکننده نفت و گاز دنیاست. باورتون میشه اونجا ماهانه چقدر یارانه میگیرن؟ حدود 80 میلیون تومان. دولتش هزینه‌های اجاره خونه رو پرداخت میکنه. هزینه آب و برق و گازش رایگانه. تازه بهشون برنج و آرد و شیر مجانی هم میدن. این تازه اولشه. بورسیه تحصیلی میدن. پول تو جیبی به دانشجوهاشون میدن. بهشون پول میدن تا ازدواج کنن. جالبه تازه بعد از ازدواج به زوجها هدیه هم میدن. خدای من که حسودیم شد. شما رو نمیدونم. از همه مهمتر با پاسپورتشون به 100 تا کشور دنیا میتونی سفر کنی. اونم بدون ویزا. مگه داریم؟ قبل از اینکه بخوایم با یکی از کوچکترین اما ثروتمندترین کشور جهان یعنی کویت آشنا بشیم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. کویت کشور کوچکی در غرب آسیاست که در کنار خلیج فارس واقع شده. این کشور از شمال با عراق، از جنوب با عربستان سعودی هم مرزه. مساحت کویت حدود 17,000 کیلومتر مربعه، اما چیزی که کویت رو معروف کرده اندازش نیست، بلکه منابع عظیم نفت و ثروت این کشوره. پایتخت این کشور کویت سیتیه. جمعیت کل کشور حدود 5 میلیون نفره که بیشترشون مهاجرن. کویت تاریخی پر از فراز و نشیب داشته. این کشور در قرن 18 میلادی تأسیس شده و به خاطر موقعیت جغرافیاییش که نقش مهمی تو تجارت دریایی داره، اما تغییرات بزرگ کویت از جایی شروع شد تو دهه 1930 نفت رو پیدا کردن. نفت باعث شد کویت از یک شهر کوچک تجاری به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بشه. یکی از نقاط عطف تاریخ کویت جنگ خلیج فارس تو سال 1990 بوده. تو این سال عراق به کویت حمله کرد و این کشور رو اشغال کرده، اما به کمک نیروهای ائتلاف بین‌المللی کویت آزاد شد و دوباره روی پای خودش وایساد. کویت یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهانه، یعنی 90% درآمدش از صادرات نفت به دست میاره. صندوق سرمایه گذاری ملی کویت یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه گذاری دنیاست و به کویتی ها کمک میکنه تا تو دوران افت قیمت نفت هم اقتصادشون پایدار بمونه. در کنار نفت هم دولت کشور کویت تلاش میکنه با سرمایه گذاری تو بخش‌های دیگه مثل فناوری و گردشگری وابستگیش رو به نفت کم کنه. کویت ترکیبی از سنت و مدرنیته است. از یه طرف مردم کویت به فرهنگ و سنت‌های عربی مثل موسیقی، شعر و غذاهای سنتی پایبندند. از طرفی دیگه شهرهایی مثل کویت سیتی پر از آسمان خراش‌ها و مراکز خرید مدرنه. لباس سنتی مردها دشداشه، برای خانم‌ها عبای سیاهه، اما در عین حال سبک زندگی مدرن هم توی این کشور رواج زیادی داره. یکی از ویژگی‌های خاص کویت اینه که مردمانی مهمان نواز دارن. اگه توی خونه یکی از کویتی ها دعوت باشید، به احتمال زیاد با قهوه عربی و خرما ازتون پذیرایی میکنن. کویت جاهای گردشگری زیادی داره. برج‌های کویت بازار مبارکیه، یکی از قدیمی ترین بازارهای کویته که میتونی داخلش غذاهای محلی، ادویه‌های خوشبو رو پیدا کنی. همینطور موزه ملی و جزیره ویلگا هم هستش. کویت یکی از معدود کشورهایی تو جهانه که مالیات بر درآمد نداره. شهروندانش معاف از خدمات درمانی هن. دینشون اسلامه و بیشتر مردمشون اهل سنت هستن. کویت شاید کشور کوچیکی باشه، اما اهمیت اقتصادی و تاریخی و فرهنگی بزرگی داره. اگه تا الان درباره این کشور کنجکاو بودید، امیدوارم این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو با جهانینو همراه بودین.